با دستور حکومت مملکت در همه منطقه های کشور جهت افزون گرداندن استحصال پخته و با اشیاء خام تامین نمودن کارخانه های صنعتی سبک چاره های عملی اندیشیده می شود. در این سمت دهقانان خوجگی‌های خرد و بزرگ پختکار شهر حصار نیز نیت دارند امسال میدان پرورش پخته را به 3000 گکتار رسانند. تجربه کشاورزان اثبات نموده است که سرصاحب بودن در روند خوجگیداری افضلیت‌های خود را دارد. دهقانان خوجگی‌های تابع جماعت دهات دوربت در شهر حصار این روند فعالیت کشاورزی را انتخاب نمودند، همزمان نیت دارند که پرورش تخمی‌های پخته را بیشتر به راه مانند، زیرا با زیاد نمودن میدان‌های کشت پخته در کشور طلبات به تخمی‌های با صفت بیشتر می‌گردد. در پرتو دستورهای پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امالی رحمان اوید زیاد نمودن کشتی زمین‌های پخته ما نقشه گرفتیم، تصمیم گرفتیم که در جماعت دهاتی دوربت کشتی پخته را در اساس دورنمای نقشه به 447 گکتار رسانیم و امروز خیلی که ما شما شاهد آن بودیم تمام مهنتکشان جماعت دهاتی دوربت علاقه کشتی پخته را با سری بلند اجرا نمودند که در اکثریت زمین‌های حدود جماعت دهاتی دوربت قریب 80% زمین‌های پخته در نشو و نما شده است. کارخانه واحدی تعلیمی تجربی شهر حصار که اساساً با توسعه عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور کشت و پرورش تخم زراعت‌های تجربی را برآ می‌ماند، زحمتکشان اینجا عزم آن را دارند که نشان دهنده‌های استحصالی را در سال 2018 به مراتب زیاد نمایند. باید گفت که در میدان‌های کشت پخته پرورش تخمی‌های نوع حصار، خوجند، دوستی، هولبوک و نوع‌های تجربی که از طرف عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان پیشنهاد شده است به راه مانده می‌شود. کارخانه واحدی تعلیمی تجربوی نقشه داشت در سال 2017 75 گکتار، من این سال با 150 گکتار رسوندیم. ما میدان کشتی پخته را زیاد کردیم، خیلی که در بعض بریگادها میبینید سبزیش پخته به 80% رسیدگی علاقه. کارخانه واحدی تعلیمی تجربی در نزد دانشگاه اگراری به نام شیرینشاه شاه تیمور با مصلحت عالمان چند نمودی سورت پخته اینجا کشت شده است. علل خصوص دوستی، نوی دوستی، نوی هولبوک، نوی مهرگان، من حاضر با ما یک نمود نوی خطایی چیگیتی لیچک کوریدگی طرز تجربوی در خوجگی ما راه مانده شده است. کشت پنبه‌دانه در همه خوجگی‌های شهر حصار متشکلانه جریان دارد. از ریاست کشاورزی شهر حصار اطلاع دادند تا امروز در 80% زمین‌ها کشت پنبه‌دانه گذرانده شده، 90% آن سبزیش خوب دارند. باید گفت که زیاد شدن میدان کشت پخته برای پیدا شدن جای کاری موسمی برای ساکنان دهات مساعدت نموده است. اهل زحمت خوجگی‌های خرد و میانه شهر حصار در نزد خود تنها یک مقصد دارند: موسم امسال را با نشان دهنده‌های بلند استحصالی جمع بست نمودن و غنی گرداندن بازار داخلی مملکت.